بعد از افکت های کایلی و کیم که در پست‌های قبلی کامل براتون توضیح دادم و نصب کردم، به مبحث ال میرسیم. در کاشت موژه دو مدل ال داریم. یک مدل ال 65 درجه که زاویه شکستگیش خیلی زیاده و تقریبا انحناش نزدیک 90 درجه است و یک مقدار جا داره برای نصب. خیلی توی کار خودش رو نشون میده و حالت شکسته رو به بالا داره. به این ال 65 درجه میگن. این مدل ال در افکت تمام ال که تمام چشم از فر ال استفاده میشه و همچنین در افکت ال سی که جلوی چشم فر سی و انتهای چشم از ال 65 درجه یا خیلی شکسته کار میشه و همچنین در افکت نیمه که فقط انتهای چشم از ال زاویه زیاد استفاده میشه. در کاشت موژه یه مدل ال دیگه ای رو داریم که زاویه ال کمتری نسبت به قبلی داره و اون شکستگی زیاد رو دیگه نداره و بیشتر برای نصب از بالا کار میشه. البته به صورت هیدن هم نصب میشه. به این ال 35 درجه میگن که تقریبا در نگاه اول صافه، اما خوب که دقت کنین میبینین این انتها یه حالت شکستگی خیلی کمی رو داره. از ال 35 درجه توی افکت خط چشمی استفاده میشه و همچنین برای جلوی چشم از این مدل ال میتونین استفاده کنید. همونطور که میدونین برای قسمت‌های جلوی چشم بهتره که از فرهای کم استفاده کنید. نحوه نصب هر دو مدل موژه رو توی پست‌های بعدی حتما براتون میذارم. پس توی فیلم‌های بعدی که براتون میذارم اگه ال 35 درجه گفتم منظور این موژه است و اگه ال 65 درجه گفتم منظور این موژه است. این مدل موژه ها به صورت آماده در بازار موجوده، اما اگه پیدا نکردین نگران نباشین. توی ویدیوهای بعدی آموزش فر کردم با زاویه های 65 درجه و 35 درجه رو حتما براتون منتشر میکنم که به راحتی بتونین خودتون با موژه هایی که دارین این نوع فرها رو به وجود بیارین. پس اگه نتونستین تهیه کنین فیلم های بعدی مخصوص شماست.